کلمه نیاز داریم، کلمه توقع داریم. کلمه نیاز اینه که میگن پدر مادر باید نیاز رو برطرف کنه. نیاز یعنی اگر برطرف نشه انسان دچار عقده‌های حقارت میشه. ولی اگه توقع زیاد برآورده بشه انسان دچار گستاخی میشه. ما تو بحث روانشناسی اقتصادی چیز بگم خیلی جالبه، الان مشکلات اقتصادی هم شاید زیاد باشه و بعضی دوستان پیگیر این قضیه بشن. میگن اگر ورودی پول با خروجی کار یکسان بشه انسان رشد میکنه. به اندازه کار میکنم من دریافتی داشته باشم چه خوبه، آرامش به انسان میده. اگر دریافتی کمتر از کار باشه این میشه عقده، درونیات به هم میریزه. بعضی زحمت زیاد میکشن ولی دریافتی ندارن، بعضی زحمت زیاد میکشن ولی ارزش گذاری نمیشه، این میشه عقده. برعکسش خیلی خطرناک‌تره، اگر دریافتی ها بیش از اون خروجی ها باشه، من کاری نمیکنم ولی دریافتی، این میشه واسه گستاخی، با سرسام خدمتتون که به هم ریختن نظام طبیعی رشد اقتصادی. برای همینه که میگن پول تو جیبی بدون پشتوانه کاری برای بچه‌ها گستاخی میاره. بچه که هیچ کاری انجام نمیده چرا باید پول تو جیبی مقرری داشته باشه؟ این بدهکار شدن جلوی خانواده به این بچه است و طلبکار کردن بچه است. این چقدر تو این خونه خدمات میدی که به همون نسبت نیاز به این پول داری؟ بعد یه وقت عرض کردم بس نیاز به این پول اشکال نداره، ولی بعضی بچه‌ها متوقع هستن پول تو جیبی باید مدیریت بشه. چون شما نگاه کنید همیشه نسل اول پولدارها آدم‌های بهتری بودن تا نسل دوم، چون نسل اول خودش زحمت کشیده به این پول رسیده و نسل دوم پول راحت‌تر دریافت کرده.